ادامه برنامه گیومه رو با آقای بصیری داریم. قراره کلی اینجا رو رنگ بپاشه. اینجا ببینید تمیزه، قراره اینجا پر رنگ بشه. خب امروز یه قسمت فوق‌العاده جذاب رو داریم، بحث رنگامیزیه. اجازه بدید انواع رنگامیزی هم من بگم یه بار. روش اول رنگامیزی دوستان پس یک شیشه آب معدنی همراه باشه و در هر رنگ فروشی آقای پوراصفر لطفاً من این لباس رو تازه خریدم. خدا بخیر کنه. من چرا؟ خب من اینو تازه گرفتم. نکته دوم، روی سطح خیلی حباب داره. این بخاطر رنگ علتش چیه؟ نه یا سختی کارم تعلق میگیره دیگه ان بله بله. در نهایت کار نهایی من هم به رنگی در میاد، در صورتی که این کاملا اشتباهه. اصلا باید آبرومون رو ببرید. به دست یه رنگ باشه. مجموعه بزرگ طاها بصیری تقدیم می‌کند. امیدوارم عالی باشین. الان در حال حاضر دارید این ویدیو رو از طریق کانال یوتیوب طاها بصیری میبینید و نکته‌ای که وجود این هستش که اگر دوست دارین سوالی، نکته‌ای یا به هر حال پل ارتباطی بین ما و شما باشه، میتونید صفحه اینستاگرام ما رو که آدرسش در پایین این ویدیو هست @طاها بصیری فالو کنید و اونجا سوالاتتون رو با ما در ارتباط بذارید و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک میکنید، کامنت میذارید و چنل رو سابسکرایب میکنید و به دوستانتون هم معرفی میکنید. مرسی. به نام خدا، سلام. به برنامه گیومه خوش اومدید. اولا تشکر کنم ازتون. واقعا ما انتظار این حجم از پیام ها و ابراز لطف شما رو نداشتیم. من قبل از برنامه میخواستم انتخاب کنم از بین پیام ها و قبل که بخونم کار سختی بود. به دوستان گفتم میرم داخل برنامه و به صورت اتفاقی چند تاشو میخونم. البته یه نکته عرض کنم، نگران نباشید. استاد بصیری در فضای مجازی برنامه گیومه پاسخ سوالاتون رو خواهد داد. به علاوه سوالاتی که مربوط به جلسات بعدی برنامه هست در خلال برنامه پاسخگو خواهیم بود. اما من برای اینکه لطف دوستان رو بعضیشون رو پاسخ بدم و قبلش عذرخواهی کنم از دوستانی که نمیتونم پیام هاشون رو بخونم به دلیل اینکه واقعا تعداد پیام ها زیاده، چند تا از پیام ها رو بخونم. خانم شهرکی پرسیدن که اگر به پودر بیشتر از مقداری که گفتید آب بزنیم چه مشکلی پیش بیاد؟ مثال دادن که برای هر 100 تا 30 تا آب بزنیم چی میشه؟ فکر کنم استاد در جلسه قبلی هم پاسخ دادن، پاسختون هم خواهند داد، اما قاعدتاً پودرتون کارتون پوچ خواهد شد با توجه به چیزی که من خاطرم هست. عرضم خدمتون که یه پیام خیلی حس خوبی داشت. آقا مجید هستند، گفتن که استاد ما تازه عروس دومادیم، مبارکه، به سلامتی، و شروع کردیم سنگ مصنوعی رو. راستشو بخواید به خاطر شرایط مالی دوره نرفتیم. هیچ اشکال نداره، شبکه آموزش گیومه رو انداخته به خاطر همین دوره هم نرید. و الان یه چند تا کار زدیم و یه مشکلی داریم که مقاومت کارمون کمه. چه کنیم؟ ما یک قسمت مختص بالا بردن مقاومت کارها داریم. آقا مجید شادوماد عزیز، حتما اون قسمت رو دنبال کنید. فکر کنم 2-3 تا قسمت بعدی ما خواهد بود، به پاسخ سوالتون خواهید رسید. باز دوست دیگه پرسیدن که با توجه به شرایط سنگ مصنوعی و تعداد نفراتی که آموزش دارن میبینند اصلا امکان این که موفق بشیم هست یا نه؟ اینم باز یه شگفتانه داریم براتون. ما یک قسمت در مورد بازاریابی در سنگ مصنوعی قراره باهاتون گپ بزنیم و نکات خوبی رو استاد خواهند گفت. پیام های زیادی هست، خیلی هاشون محبت کردن به ما و
مثلا خانم مهرسا مالکی از تهران گفتن که من مدتی بود میخواستم سنگ مصنوعی یاد بگیرم، اما اینقدر اعداد کلاس ها عجیب غریب بود که رغبت نکردم برم و واقعا ذوق زده شدم از این اتفاق. خدا رو شکر ما دلمون به همین شادی های شما خوشه. ادامه برنامه رو ببینیم که استاد امروز برامون چی داره. خب در خدمت هستیم و در خدمت استاد بصیری عزیز. چطوری طاها جان، خوبی؟ ممنونم، مرسی. یه خسته نباشید میگم به شما و تیم درجه یکتون و یه سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز برنامه خوب گیومه. خب امروز یه قسمت فوق‌العاده جذاب رو داریم. یکی از جذابترین قسمت‌های سنگ مصنوعی بحث رنگ‌آمیزیه که قرار هست اون رو داشته باشیم. البته حالا عزیزانی که من رو میشناسن میدونن که من حداقل فکر کنم 7-8 تا قسمت 40 دقیقه‌ای رو راجع به رنگ‌آمیزی صحبت کردم، ولی که الان تو این برنامه سعی می‌کنیم که حالا این مقدار خلاصه‌ترش کنیم و اولین قسمت از بحث رنگ‌آمیزی رو من 3 قسمت کردم داستان رو کلاً. اولین قسمت از بحث رنگ‌آمیزی رو می‌خوایم بپردازیم به در واقع اصل خود کار، یعنی اینکه خود سنگ که الان در حال حاضر خام هستش چطور میشه که اگر من این رو بزنمش زمین الان این مغز کار هم در واقع رنگیه. خب چطور میتونیم به این ساختار برسیم؟ باید موقعی که میخوایم این ملات رو هم بزنیم در واقع کار رو رنگی کنیم و 3 روش وجود داره، بیشتر از این روش ها در واقع وجود داره، اما من توی این برنامه 3 روش رو میگم، بیشتر از اون رو انشالله توی فضای مجازیتون انشالله توضیح میدم اگه بچه سوال داشتن. خب شروع کنیم کار رو. بله در خدمت. فقط من رنگی نکنید. شاید حالا رنگی شدیم به هر حال. بله. خب من یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، اجازه بدید انواع رنگ‌آمیزی هم من بگم یه بار، خب که مرور بشه واسه دوستان. ما یه موقع هست که کار کاملا رنگیه، یعنی خود سنگ مغزش هم در واقع کامل رنگیه، حالا رنگ‌های مختلف. یه موقع هست که کار خامه بعد رنگ و بعد رنگ میشه، مثل این کار. و حالا کارهایی که دارید میبینید و من عمدن این کار رو هم آوردم که شما ببینید این قسمت خام بوده و بعد رنگی شده. خب یه موقع دیگه هست که شما میخواید این قسمت خیلی جذابه، خیلی این قسمت دوستان بحث رگه دار کردنه، یعنی بعضی از عزیزان دوستان کار رو رگه دار کنن. حالا این رگه دار کردن به روش های مختلفی هست که الان من اگر این سنگ رو که الان درست کردیم رو بزنم بشکنم، این رگه ها دقیقاً دقیقاً در دل سنگه، انگار که شما یک سنگ طبیعی رو دارید که رگه داره. خب حالا ما تو قسمت اول قرار هست که کار تمام رنگ رو در واقع داشته باشیم. من یه سوال بکنم همینجا. ببینید خب این کار حالا دوستان میبینن بیشتر شبیه سنگ طبیعیه. آیا لازمه که بچه‌ها که دارن آموزش میبینن و میخوان رنگ کنن این رو برن در خصوص سنگ ها مطالعه کنن تا بیشتر بخوان شبیه، مثلا بخوان شبیه مرمری؟ میتونن این کار رو هم انجام بدن. خب یعنی میتونن مقدار مطالعاتشون رو بیشتر اصطلاحاً میشه نقشه خوانی سنگ، میتونن این کار رو داشته باشن و اتفاقی که میفته اون رگه هایی که میندازن خیلی رگه های حرفه‌ای تری میشه. البته این رو خدمتتون بگم، این یه سبک ساده از رگه انداختنه. ما رگه اندازی داریم داخل کار که کاملا تخصصیه، یعنی شما داخل همین ظرف این رگه ها رو که میخوای بندازی کاملا تخصصی، یعنی میخوای اینجا این رگه باشه، این رگه مشکی دقیقاً همین نقطه رگه مشکی میندازی. این رگه ها تصادفی الان تو این کار. بله. ولی ما یه موقع هست که نه، میخوایم رگه دقیقاً اینجا اتفاق بیفته. این دیگه خیلی تخصصی‌تر میشه که سعی میکنم حالا اگر دوستان علاقه‌مند بودن ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی یا فصل‌های بعدی برنامه گیومه بهش بپردازیم. به امید خدا. یه فاصله بگیریم برگردیم تا جان بخش اول رنگ‌آمیزی رو شروع کنه. با ما همراه باشید. ادامه برنامه گیومه رو با آقای بصیری داریم. قراره کلی اینجا رو رنگ بپاشه. اینجا ببینید تمیزه، قراره اینجا پر رنگ بشه.
آقای بصیری در خدمت. خب بریم سراغ روش اول رنگامیزی که در واقع قرار هست که ما یک سنگ یک دست تمام بافت رنگی داشته باشیم. 3 تا روش وجود داره واسه این کار. روش اول رو میخوام به شما زحمت بدم و در واقع کار رو انجام بدم. خب من از قبل اندازه ها رو گرفتم، آماده کردم پودر رو و ما ببین رنگ‌های زیادی داریم توی کار و شما میتونید رنگ‌های زیادی استفاده کنید، اما پرکاربردترین هاش رو امروز قراره بهتون بگم. یه مدل هست که رنگ پودریه و حالا بر اساس نیازی که داریم استفاده میکنیم. توی بازار کیفیت‌های متفاوتی وجود داره. یعنی موقع هست من از این رنگ یه قاشق بریزم داخل کار کامل رنگ میگیره، یه موقع هست کل این در واقع ظرف هم خالی کنم باز رنگی که میخوام رو در واقع نمیگیره. راهی داره که بشه بفهمن کیفیتش؟ بله خب ولی خب حالا نمیشه، حالا بحث تبلیغ شرکت ها میشه، ولی خب به هر نه حال غیر از ظاهرش میشه فهمید. از ظاهر بله، اصلا اون پودرایی که مقدار کیفیتشون پایینه خب یه مقدار اصلا کم رنگ ترن نسبت، یعنی مقایسه بخوام حالا من نآوردم اینجا ولی داشتیم که رنگ آبی بود یه مقدار حتی کم رنگ تر بود و اینکه خود بافت پودر هم کاملا مشخصه و باز برمیگردیم به بحث شرکت و این داستانه و اینکه یه تست هم فضای مجازی آره. ما با توجه اینکه اونجا محدودیتی به این معنا نداریم آره. میتونیم یه تعداد از این کارا رو و اینکه در واقع میتونن تست هم بگیرن. البته اینا من بگم میتونن تست هم بگیرن، یه مقدار رنگو تست کنن ببینن اون میزان رنگی که باید بده رو در مقایسه با یه رنگ دیگه چقدر این میزان رنگ دهی بالاتره. دوستان پس یک شیشه آب معدنی همراهتون باشه و در هر رنگ فروشی آره اینم، ولی نه ببینید شما وقتی یک فرد رو پیدا کنید که باید در واقع بهش اعتماد داشته باشید. بله دیگه. خب یک بار خرید میکنید و من همیشه اینو به بچه‌ها میگم که ببینید شما سعی باید بکنید اول یک نمونه تست از هر جایی که میخواید بگیرید یه نمونه اولیه بگیرید، وقتی که در واقع نمونه اولیه گرفتید کاملا راضی بود دو وقت تو حجم بالا خرید داشته باشید. خب فقط جناب تهیه کننده آقای پوراصفر لطفاً من این لباس رو تازه خریدم. نگران نباشین، شما نگران نباشید، اتفاق خاصی نیست. خب اول میخوایم قالب این رو بریزیم، این جا صابونی هستش، میخوایم قالبش رو بریزیم. روش اول که روش نمیگم اشتباهی و درسته چون همه بچه‌هایی که در واقع منو میشناسن میدونن من اول روش‌های اشتباهو میگم، خوب به چالش میکشم دوستان رو و بعدش روش درست رو میگم. حالا روش اشتباه به این صورت است که اون دفعه هم شما دادید گچه سنگ شد. آره. همه روش‌های اشتباه رو بنده ایشون. آره من کلا عاشق این روشم. خب بریم. اول شما پودر رو بریزید داخل آب طبق همون داستانی که داشتیم. نه این پودر این پودر پایگش رو پودر آماده‌مون رو بریزید داخل آب کلشو. بله. میزانش هم چقدر بود؟ به ازای هر 1 کیلو 300 گرم ما آب می‌ریختیم. البته برای این پودر، برای پودرهای دیگه من این رو هم بگم راستی بعضی همه شرکت‌ها پودراشون یکسان نیست این میزان آبی که مورد نیازشون بعد بپرسن. آره از خود همون شرکت بعد بپرسن. خب حالا شما اینا هم بزنید. من اینو دیدم. نه چیزی نشد. آب. آره. خدا بخیر کنه. حالا میخواد بگیرید که خوبه؟ کافیه؟ بله. بشورم ایشونو؟ نه سر کن. خب حالا یه مقدار رنگ میریزیم. خواهیم کارمون کامل رنگی بشه دیگه ملاتون. یه مقدار رنگ من ریختم اینجا. حالا یک هم دیگه ریزو بریزیم. خب شما هم. من نپرسید. خب من اینو تازه یادم. آقا معمولا تهیه کننده ها هوای استاد بیشتر از اون. بله. خب هم رجم این آب بزنم. آره اینو شما بزنید. خب میخواد بریزید شما داخل آب. بریزیمش تو قالب تا من در واقع ایرادهای این موضوع رو بگم که داستان چی هستش. سوزنی از بالا با اتفاق.
ویبره رو میخواد. قاعدتا باید بیبر بزنیم. خب بریم سراغ ایرادهای این کار. ببینید توی این در واقع روش ایرادی که وجود داره این هستش که اگر در واقع روی کار رو هم بگیرن عزیزان، در واقع میبینید لبه ها دقیقا رنگ متفاوت با مرکز. این مشکل کار با رنگ پودریه تا اینجا. نکته دوم روی سطح خیلی حباب داره. این بخاطر رنگ علتش چیه؟ نه علتش چیه؟ علتش اینه که ما 2 بار هم زدیم. یه بار پودر رو ریختیم هم زدیم، یه بار دیگه رنگ رو ریختیم دوباره هم زدیم. این 2 بار شما هم زدیم و این 2 بار هم زدن باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ هوا وارد ترکیب بشه، هوای بیشتر و حباب بیشتر و اون وقت دیگه حباب گیریش دیگه واقعا سخت میشه. این ای اول. این نکته هم میگم خیلی از دوستان پرسیده بودن آیه بصیری، من دیدم سوالات شما رو، یه سوالی هم بود بینشون که میگفتن آقا ما پودر رو در واقع گرفتیم، اولش خیلی روونه ولی بعدش که میخوایم داخل قالب بریزیم سفت میشه. الان شما نگاه کن چند دقیقه گذشته دیگه، تقریبا الان فکر کنم 2-3 دقیقه گذشته باشه دیگه، هنوز این پودر روونه. یعنی من میخوام به جای بریزمش حالا نمیدونم تو رو همین بریزم، ببینید هنوز این پودر روونه، ببینید هنوز روونه. پس پودر خوبه که اینا رو در واقع تست باید بکنید حتما، یعنی آزمایش باید بکنید که ببینید این پودر خوبه یا نه. یه نمونه بگید اگر این داستانا داشت که میتونید ازش استفاده کنید. اگر دیدید که در واقع سفته به درد نمیخوره. بازم ممنونم که دارید ویدیو رو همچنان میبینید. یه نکته رو خدمتتون بگم و اونم این هستش که متاسفانه یه عده افراد سودجو دارن این ویدیوهایی رو که ما به صورت کاملا رایگان داخل این چنل قرار میدیم دانلود میکنن و به اسم مجموعه خودشون میفروشن. این کاملا در واقع پیگرد قانونی داره و از شما میخوام که حتما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و بدونید که تمام آموزش های ما به صورت کاملا رایگان و از طریق همین چنل یوتیوب یعنی چنل طاها بصیری در واقع منتشر میشه. مرسی از همتون. این روش اول بود. روش اول رو میذاریمش کنار. کاش که این ظرفا رو در واقع این رو یادتون باشه که حتما این ظرفا رو بعد از اینکه کار هم زدنتون رو انجام بدید بلافاصله بشویید، چون اگر دیگه صفر شد داخلش دیگه تمام. اما روش دوم به این صورت هستش که شما اول میای یه مقدار پودر رنگ رو داخل آب میریزی. خب کاملا این رو رنگی میکنی. البته این ظرف واقعا کوچیکه واسه هم زدنه این ملات. بعضی که خوب این پودر با آب ترکیب شد بعد تازه پودر رو می‌ریزیم. حالا پودر رو اضافه میکنیم بهش. دهنه ظرفم خیلی باریکه. دیگه کار تلویزیونی باید شیک هم باشه، بعد ظرف شیک کوچیکه و ما لازم نیست تو خونه که شیک باشه. بله. بعد کار باید درست انجام شه. شروع میکنم من به هم زدن. پس بدون دیدم تو حجمای کوچیک میشه بدون هم زدن به هم. یکم باید سفت‌تر بود که نشکنه. من میترسم این قاشقه بشکنه. میتونید از داداشش کمک بگیرید. دوتا با هم میشکنه. خب حالا احتمالاً یه سوالی واسهتون پیش میاد. میگید که خب آقای بصیری این پودری که ما زدیم خب به هر حال اینم یه مقدار جذب آب داره. درست. پس نباید به ازای این پودر ما یه مقدار در واقع آب بریزیم. منظورتون رنگه رنگ پودر؟ بله. ما نباید به ازای این مثلا رنگ یه مقدار، چون حالت پودری داره دیگه به هر حال جذب آب داره، آیا نباید به ازاش ما یه مقداری آب اضافه کنیم؟ جواب شما اینه که اگر تو حجم کم باشه نه نیازی نیست، ولی تو حجم بالا باشه چرا نیاز هست و نسبتش هم در واقع 60 به 40 هستش. نه اگر 60 گرم از این پودر رو میریزید 40 گرم باید بهش آب بزنید. کم نیست.
آره البته میتونید این رو کمتر هم کنید در حدی که حالت خمیری طور پیدا کنه که الان به اون پودر در واقع به اون خمیر رنگ میرسیم کاملا متوجه میشید چجوریه. واقعا ظرفه مقدار محدود میکنه ما رو تو هم زدن ولی به هر حال تجربه شده آره کار رو انجام بدیم تو شرایط سخت. میگم سختی کارم تعلق میگیره دیگه ان شاء الله. بله آقای تهیه کننده غیر از پول لباس بنده سختی کار استادم فراموش نشه. خب من اینو خوب هم میزنم. حالا یه سوال دارم ازتون یه وقت البته این داره هم میخوره. هر چی سوال این دارید دریله کنید. هم زد دیگه کارو. بله. کارش چی بود؟ هم زدن بود. بله این چی؟ اینم کارش هم زدن بود دیگه. بله چون یکی از قسمت ما یه چوب هم آوردیم هم زدیم. بله. یه شاید مثلا یه فرد عادی بگه خب مثلا این چه کاری بود که آیا بصیری یه تیکه چوب برداشت آورد مثلا هم زد و این داستان مثلا یعنی چی خواهم اول می اومد یه دریل می آورد یا خیلی شیک و مجلسی یه دونه در واقع هم از یک وسیله مثل همین حالا قاشق برای هم زدن استفاده میکرد. چرا اومد مثلا یه تیکه چوب آورد؟ اما یه نفر که مثلا خوب دقت میکنه به این داستان میرسه که آره ببین میشه با دریل هم زد. اما برای چی بخوام اول داستان هزینه هامو زیاد کنم؟ بله مثل همون آقا مجید دومات بله نوشته بود که ما مشکل بحث و واقعا لازم نیست برای شروع کار این همه هزینه. دقیقاً. خب من این رو با فاصله زیاد سوزنی یه قالب به همزمان چون این مقدار جزئیات داره این بله. قالب. جالبه دیگه اون حالت پیدا نکرد. البته همچنان تو رنگ پودری ما این داستان رو داریم بسته به کیفیت رنگ ولی خب کمتر میشه با این روشی که الان انجام میدیم کمتر میشه. شما هر کی ویبرو و هم زدن رو نوشید برد من نوشته که هر بله. چی ما آپشنه یادتون خب. باشه آقای میتونید حالا یه کوچولو در واقع این رو سطح کار اگه احساس کردید که مثلا یه جای رنگ جمع شده یه جای رنگ در واقع کمتره خیلی سریع همون موقع که تازه پودر رو ریختید یه کوچولو در واقع این کار رو انجام بدید که هم حبابا گرفته میشن هم ترکیب خب این روش دو برم کنار که اما بریم سراغ روش خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر. روش حرفه‌ای‌تر و بهتر چی هستش؟ استفاده از رنگ‌های خمیری هستش. رنگ‌های خمیری در واقع اومدن برای ساختش از همین رنگ پودری استفاده کردن اما رنگ پودری بسیار با کیفیت استفاده کردن و تو غلظت بالا اومدن و حالا این فرمول داره ساخته این که چجور این رنگ رو بسازی ولی خب میان این رنگ خمیری رو درست میکنن و دیگه الان نگاه کنید این رنگ آماده است. اگر من یک قاشق کوچیک از این رنگ رو خیلی کم مثلا حتی فقط قاشق رو رنگی کنم بزنم داخل ترکیب کاملا رنگ رو به خودش میگیره چون غلظت رنگ به شدت بالا. خب ما دوتا رو بذاریمشون کنار هرچند اشتباه وقتی شما ریخته گردی میکنید اینو جابجا کنید ساختار کار خراب میشه حالا ما جابجاش نمی‌کنیم. خب من این سینی رو میارم سینی رو خوری رو من میخوام توی این بریزیم. نگاه کنید گفتم بهترین روش چیه؟ بهترین روش این هستش که اول خمیر رنگمون یا پودر رنگمون اول رنگ رو به کار اضافه کنیم دیگه. خب این مقدار چون من دستم داخل این نمیره سخت هست که بخوام این کار انجام بدم چون باید حجم رنگ کمی رو بریزید. خب یعنی من در واقع باید اینقدر قاشق رنگی کنم و بزنم داخل کار چون دستم نمیرسه برم پایین مجبورم یه کوچولو حجم رنگ رو بیشتر میکنم که از بالا برد. ببینید چه رنگی داد. حالا این نکته داره ببینید شاید شما بگید خب الان این رنگی که من داخل کار ریختم در نهایت کار نهایی من همین رنگی در میاد در صورتی که این کاملا اشتباهه.
روشن‌تر میشه. دقیقاً. چرا؟ چون پود سفیده. وقتی اینو ترکیبش می‌کنی روشن‌تر میشه. ما باید چه کار بکنیم؟ باید کارمون رو یه پرده تیره‌تر کنیم. یه پرده تیره‌تر کنیم بر اساس میزان پودرمون تا به اون رنگ نهایی که می‌خوایم. یعنی هر رنگی میخوان بله. یه پرده. حالا شما اینو نگاه کنید دقیقاً رنگ اینو. حالا بذارید من پودر رو اضافهش کنم به این چه رنگی میشه. خب بنفش. خب الان شروع می‌کنم اینو به هم زدن. تا اینجا شما تفاوتی احساس می‌کنید داخل در واقع نوع رنگ یا نه؟ این پررنگ‌تره. نه بجز پود رنگیش. ببین این پود خوب حل نمی‌شد داخل کار. درسته. یه جاهایی دونه دونه این داشت. کاملا حل شد. این الان کاملا حل شده. درست. این یه دست شده الان. کاملا یا آب انگار آب رنگ داخل این هستن. خب حالا پود رو بهش اضافه می‌کنم. گردی هم بلند شد. بلند توی استودیو کار کردن واقعا سخته. سینما میدونید که یکی از بله. مشاغل سخته. بعد از کارت اومدن فکر کنم میدونید که ما سینمایی‌ها کلا حالا شروع میکنم به هم زدن. چقدر روشن‌تر شد. احساس میکنم که باتری داره بتونم تموم میشه ولی اصلا باید آبرومون رو ببری. دوستان باتری رو هماهنگ کنید که مثل محترم جایی نشه. هم نمیزنه بریله. خب خوب دقت کنید که این لبه های ظرفتون رو کامل اگر پودری مونده باید داخل ظرف بلافاصله بعد از اینکه کار رو هم زدید نکنید همیشه از ابزارتون خوب مراقبت کنید که براتون بیشتر کار بده. خب من الان این رو دارم و میزنم داخل. ببینید رنگش چقدر روشن‌تر شد. بله. صورت کاملا سوزنی از بالا و همچنین که میبینید حبابای خیلی کمتر. اما این رگ اینا البته قشنگه. این به خاطر اینکه نه، این به خاطر اینکه ما خوب این ته ظرف اگه دقت کنید هنوز یه مقدار پودر بگم مقدار عمق این داستان مشکله. البته قشنگ شد. نباید اینطور بشه، باید یه دستش بره. خب قشنگ. نکنید اینجا یه مقدار هنوز پودر هم نخورده هست. بخاطر همین ما چون یه مقدار ظرف گوده بله. سخته. ما تو این ظرفا واقعا هم البته ما هدفمون بود که قشنگ بشه دیگه نه. ظرف خب. پنتر هم یه میتونه. دونه قاشق اگر باشه یه دونه باشو. بله. این خیلی قشنگش حلش کرد. تو چیک و مجلسی قشنگ بود. نه اینطوری ده. شما هدفمون اینه که در واقع کار یه دست در بیاد. اون تو بعدیا قراره، تو قسمت بعد قراره. حرف ناگفته ما تو این برنامه اگر فولم کنیم اینا من به دوستان گفتم که در واقع ویدیو رو قطع نکنن و ادامه داشته باشه. یعنی اگر هم که فول کردیم یا در واقع مشکلی به وجود اومد بگیریم. کلا من نوع ویدیو گرفتنم همینطوره. خب این رو خوب هم در واقع ویبره زدیم و دیگه اجازه میدیم که خوش بشه و یه تایمی رو داشته باشیم و بخوام بریم برگردیم. بله با ما همراه باشید. بخش کوچیکی ما اینا رو خارج کنیم از قالب ببینیم چه اتفاقی. خب در قسمت قبل دیدید که با 3 مدل آقای بصیری پودرها رو رنگ کرد و میخوایم ببینیم خروجی کار به چه شکلی. خب اولی ما خروجی گرفتیم. کلا ما قرار بود که مغز کارمون کامل یه دست یه رنگ بشه. اولی خروجی گرفتیم.
من این سینی هم در بیارم از کار. این سومین حالت بود که رنگ خمیری زدیم. به به. خب همونطور که میبینید اصلا حبابی نداره کار. خب و اینم که آخریه. اینو چیکار کردیم؟ در واقع هم اولی بود که ما ریختیم. اینو چیکار کردیم؟ اگر الان فکر کنم دارید میبینید دیگه، اینجا میبینید کاملا حباب مشخصه، اینجا حباب مشخصه، اینجا حباب مشخصه. چرا؟ چون ما بیش از حد هم زدیم. 2 بار هم زدیم. درست. این باعث شد که در واقع حباب بیشتری بزنه کار. و شما اینو نگاه کنید، من اینم بهتون نشون بدم. ببینید کامل من اینو میگیرم تمام رنگ رو. خب این قدرت رنگ خمیری چقدر زیاده. اوه کل این ظرف رو رنگی سرمه‌ای شد اصلا. آره. آبی هم این گذاشت. فقط قاشق رنگی بوده. من رنگ رو کامل گرفته بودم. این از این. و اینکه گفتم ما قراره یه سنگی رو داشته باشیم که کل مغز کار یه دست یه رنگ باشه. و همونطور که می‌بینید همونطور که می‌بینید در واقع مغز کار کاملا رنگیه. و یه دست ما یه سنگ آبی رو داریم اینجا. می‌تونم من ببرم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. نمیتونم و یاد نمیگیرم و نمیشه و اینا نداریم. با گیومه همراه باشید، ما میتونیم. یاد. تا جان باختم که نکته حالا که باختم میگم. ببین رنگ پودری و خمیر یه تفاوتی با هم دارن. رنگ پودری توی کار پخش میشه، رنگ خمیر توی کار پخش نمیشه. پس بهترین رنگ واسه رگه‌دار کردن سنگ رنگ خمیره. حالا اگه اجازه بدی من بازی ما انجام بدم.